شما چند ساله هستید و با هر سال که سالگرد تولد شماست چه احساسی و چه نگاه تازه‌ای به زندگی دارید؟ و راستی این جهان که پهنه زندگی ماست در سالگرد گردش میلیون و میلیون و میلیون سالش چه احساسی دارد و چگونه بهره این همه سالهای گردش بی توقف خود را بر گرد آفتاب و چرخش بی امان خود را بر گرد خویشتن تعریف می کند؟ من یکی از میلیاردها موجود زنده هستم که در 50 سالگیم این گونه تعریف کردم زندگی 50 سالم را. روزی که من 50 ساله شدم مثل روزی که 49 ساله بودم و یا روزی که 12 ساله یا 18 ساله شدم نه من جشنی گرفتم و نه هیچ کس دیگر. به هر حال دوستی در شب 50 سالگی من در خونه من کوبید و این گیره رو به من داد که روش نوشته پورنگ 50، یعنی پورنگ 50 ساله. و این گیره باش اسکناس نگه می‌دارن. حالا اول اگه خداوند اسکناسش رسوند وقت این گیره مصرف پیدا می‌کنه. چون بی مصرف بود در آخرین دیداری که با دخترم داشتم بهش گفتم بابا جون روی نوشته پورنگ 50 و من ممکنه گمش کنم و این برای من عزیزه، میشه تو اینو نگه داری؟ گفت بابا صبر کن، وقتی 50 ساله شدم اینو به من بده. و من بی اختیار مثل اینکه به فرمان یک نیروی کاملا غایب، خدا میدونه، خیلی قاطع و بی تردید گفتم این که غیر ممکنه، من نیستم، من باید برم. و من باید برم رو من جوری گفتم مثل که یک جای دقیقی بود که من باید میرفتم پیش از این که این دختر 50 ساله بشه. و عجبا که دختر من بلافاصله اون آینده رو دید و دو دستی دستای منو گرفت، گویا میخواست بگه نرو. حالت این دختر و حالت این که دست به گریبان زندگی شده بود و در اون لحظه ملتمسانه دست منو گرفته بود که نرم به جایی که خودم هم واقعا نمیدونستم کجاست، فقط گفته بودم، دوباره من رو به فکر فرو برد و در من و او یک حالت غم‌انگیز اما بسیار با شکوه به وجود اومد. دل من در کنار دخترم برای دخترم تنگ شد. بعد به آغوشش گرفتم و احساس کردم که اشکاش داره میچکه درون یقه من. بهش گفتم که خیلی دوستش دارم و از زبان شنیدم که خیلی دوستم داره. و بعد بهش گفتم ببین، مثل این که همه ما اینجا مهمون هستیم. ببین بیننده عزیز، مثل این که همه ما اینجا مهمون هستیم. عاشقانه هم رو دوست داشته باشید، عاشقانه هم رو به آغوش بگیرید. گویند که لحظه ایست رویدن عشق، آن لحظه 1000 بار تقدیم تو.